هیچ وقت خدا نخواد بخشیدم. الیف، من باید در بین تو و خانم رنا یکی را انتخاب کنم. البته که تو رو انتخاب میکنم. اگه از او میپرسیدی او هم تو رو انتخاب میکرد الیف، به خاطر که او اقبا جانب است. خدا در خطر نانداز، مرا الا کو، با من دل نسوزان. کجا بودن جنرال؟ یک تلفن عاجل برایم آمده بود. فعلا وقت تلفن نیست. تلاشی شروع شده. سر کار خود برین. امرتان بجا میشه. لعنتیا. چی شده دینیز؟ از کراز من برات گفتم الیف، گفتم پیدایت میکنم. دینیز حالی چی کنیم؟ نمیفهمم، از یک راه دیگه میریم. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ایره بیبی، ایرا رام بسته کده. از 4 طرف محاصره شده الیف. خاطر جداییتان نقشه طولانی داشتم اما زود جدا شدین. او احمقام هم دست مجرماست. هولیا کمک و خانم رنا را پنهان میکنیم. کل چهارراه رو بسته کردن، نتونستیم که بیرون بریم. من از پشتتان دویده آمدم. شما رفته بودین، پدرتان زنگ زده بود گفت هرچی زودتر خانه رو ترک کنین که تلاشی میه. درسته، آرام باشین. هولیا به خواهر خود کمک کن. خانم رنا رو پنهان میکنه.
نرو دینیس. الیف تشویش نکن. اجازه نمیتونم داخل خانه شوم. تو برو به هولیا کمک کن. خیرات از بچه. گزارش رسمی از خاله جان. به دنبال یک شخص میگرده. بچه با ما چه ارتباط داره؟ میخوایم خانه را تلاشی کنیم. داخل شوین. ببینین خاله جان، در جستجوی یک شخص هستیم که بسیار مهم است. خواهر جنرال اردو است. اگه چیزی دیدین یا شنیدین برای ما بگوین. چیزی نمیفهمم بچه، اما از خانه بیرون نمیشم. راستی نزدیک شام یک دختر از پیش خانه تر شد. همراهش یک خانم بود. فکر میکنم خانم مریض بود و مشکل را میرفت بچه. شام بخیر جنرال صاحب. دنیس اینجا چی میکنی؟ جنرال سنجر ازم خواستن تمام در تلاشی اشتراک کنم. او طرف رفتن. با اجازه تان جنرال صاحب. دنیس با جنرال گفتم هر کسی که رنا را دید پیش ما بیاره. اول ما امروز گپ میزنم، فهمیده شد؟ بچه‌شم جنرال صاحب. دینیز گفت ایره پنهان کنین، اما ما ایره پیش چشم ما ماندیم. وقتی داخل شون اول ایره میبینن. چطور کنیم هولیا؟ دیگه جای نیست. چا؟ تو دیوانه شدی احمق، به اونجا میموره. بماره. اگه ما دستگیر شویم چی؟ گپای ناق ناق نزن. دینیس چی گفت؟ اجازه نمیته وارد این خانه شود. جنرال صاحب. دینیس تو اینجا چی میکنی؟ من برات نگفتم که برو؟ خانم رنا به خانه ما تلاشی رو توقف بده. حالا بسیار دیر شده. ما میرم اونا را مصروف هولیا گپ ناق نزن. چی پس چی کنم؟ یک دقیقه صبر کن. مرا به اونا تسلیم نکن. در داخل کس نیست دگروال صاحب. حویلی را میبینیم. پس داخل شوین. دروازه را باز نمیکنه جنرال صاحب. حویلی را میبینیم. پس حتما خانه نیستن. امر جنرال صاحب قدرت است. گفتن اگه خانه خالی باشه هم تلاشی کنید. چی کنیم جنرال صاحب؟ نکنیم پدر. شما طرف راست. بچشم جنرال صاحب. شما می طرف بگردید. بچشم جنرال صاحب. شما چی میکنین پدر؟ چند بار برات هشدار دادم اما مثل همیشه به گپایم گوش ندادی. شما کجا بودین؟ زیاد تک تک کردیم. چرا باز نکردین؟ وقتی شنیدیم باز کردیم آمر صاحب.
این دخترم را چه نسبت داره؟ خواهرم است. این دختر اینجا چی میکنه؟ پدر تو گپ نزن، مداخله نکن. گوش کنی نام دنیزه به زبان نیاری. ای جرمه تو به عهده میگیری. الیف کار درست انجام داد. هر جزایی که میتین راضی هستم، به خاطر که همه چیز دیدم. جنرال قدرت خواست خانم رنا را از بین ببرم. حالا اگه مرام بکشن جایش نمیگم. با پالین پیدا کنیم. در داخل کس نیست جنرال صاحب، فقط اینجا مانده. در اینجا کسی نیست جنرال صاحب. جنرال صاحب فهرست ساکنین از قریه‌دار گرفتیم. پس تو ما را تعقیب کردی ها؟ خانم رنا کجاست الیف؟ قدرت کارایی. دختر داخل بیار. کمک کنم جنرال صاحب. شما بیرون برین، ما امروز به تنهایی گپ میزنم. اما جنرال صاحب بیرون شوین جنرال. با چشم جنرال صاحب. پدر چرا اونا رو تنها ماندین؟ خون سرد باش، کمی به خود بیا. در کدام خانه کدام قطعه عکس است؟ عکسم نیست اما لباس نظامیم هست.
اینجا امرای کی زندگی میکنی؟ همراه خواهرم. خواهرت لباس مردانه میپوشه ها؟ از اتاق ما بیرون چرا نمیبینین؟ این اتاق خوابم است. باز خود با شرفم میگیرین. با هر صورت موضوع ما این نیست. رنا کجاست؟ ما را تعقیب کردی ها؟ السلام علیکم هموطنان عزیز. من یوسف استورا، اولیدار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی که همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمانده ما زیاده از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنند. نه وابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاشی نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیگ را میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی پول است. ما با کار قبول میکنیم، فقط زنها را خواهش میکنم، فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. چرا این کار کردی دختر؟ جواب بده. رنا کجاست؟ چند دقیقه پیش خانه را تلاشی کردن او را پیدا نکردن. گفتم نیست. از شفاخانه با تاکسی اومدی، ما را تعقیب کردی، از مردم قریه کمک خواستی، راننده شما را اینجا آورده. او اینجا نیست. گفتی خانه را تلاشی کردن، اما ترس او چطور؟ از خانه ما بیرون چاین، مرا راحت بانید. اینجا کسی نیست، نمیبینین؟ جنرال اسکرا را بیارین. امرتان بجا میشه، عجله کنین. سر چا را باز کنین. رنا شاید داخل چا باشه. شما چی میگین؟ کلان زنده ای داخل چی کنم؟ چیزی نیست جنرال صاحب. این دختر را ببرید. جنرال صاحب، شما هم دیدین خانم رنا اینجا نیست. فکر میکنم چیز را نمیفهمم. نه خیر، میفهمم. همه چیز دیدم. ایران به همه میگم. دختر احمد، میگم من میخواستم رنا را از بین ببرم. شنید جنرال صاحب، بسیار یک داستان جالب است. ای را ببرین. صبر کنید. شما این کارا کردن نمیتونین. ما کارو نکردیم. Dalımdan olsa savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa dünya bir yangına dönse kavursa hiç dursa Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile gönlümün kuşları uçmaz olsa
Yıldızlar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursam Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam General Saib, شما امرای ما بین. با چشم جنرال صاحب. قدرت کارایم برای کسی شوخی نداره. هر چی زودتر خواهرش تسلیم کنه. پدر الیف به تو امانت است. اول فکر الیف هستی رنا کارایی پیدا کن. خانم رنا کجاست؟ به خانه انتقالش دادیم. بیدار شده؟ ما چطور اینجا آمدیم؟ من شما را اینجا آوردم. الیف کجاست؟ الیف به خاطر تسلیم نکردن شما زندانی شد. فعلا در نظارت خانه است. خب تو چرا برش کمک کردی ها؟ خانم رنا، الیف خانمم است. مخفی ازدواج کردیم. هیچ باورم نمیشه. تا زمانی که جنرال قدرت شما را پیدا نکنه او را رها نمیکنه.
او چرا خدا به خاطر ما در خطر انداخت؟ من هیچ نمیفهمم. به خاطر این تابلو کاکا ابراهیم ازش خواسته تایی را به شما بزن. از همین خاطر به شفاخانه آمده بود. در داخل تابلو نام وکیل ابراهیم است. از شما خواسته او را حتما بخوانید. حال ما باید برم خانم. اگه شما خواسته باشین رفته میتونین، یا برگشته خانم من نجات داده میتونین. پس تو تصمیم داری که چیز نگویی. واقعا قانع شدم که تو ای چیز را نمیفهمی. دازم به خاطر کمکی که به ما انجام دادی تشکر. بخیر بریم. خانم رنا، او را راحت میمانین، همه تو نیست. ما امروی او کدام مشکل ندارم. رنا را بسیار زیاد دوست دارم. او خواهرم است. و تو هنوزم به او داستان باور داری، اما تو نیست. اما میفهمی او تو یک چیز نیست. ای را باید به خاطر خوبیت قبول کنی. حالا گم شو. گم شو. ای تابلو و هم کسی که ای را به تو میاره، هر دوش اثر ما و تو است. الیف دختر ماست. او را با آغوش بگی مرا ببخش ابراهیم. او در اینجا چی میکنه؟ او دختر منتظر کی است؟ از شرکت پاککاری آمده. نه خیر آقا، ما پیش جنرال قدرت آمدیم. طرف ما بی صبر کو. بفرمایید. تو با جنرال قدرت چی رابطه ای داری؟ ما با قسم یک آدم هیچ رابطه ای ندارم.
ما به خاطر ثبت نام اومدیم. پس ثبت نام کن. راستش مشکل اصلی من عکس هست. من نمیخوایم چادر خودم پس کنم، اما باید ثبت نامم کنم. خب از ما چی میخوایی؟ فکر کردم شاید شما همراهیم کمک کده بتانید. خواستم از رو خدا براتان بگویم. اگه با دختر شما همه قسم رفتار میشد جگر خون نمیشدین. اگه اینقدر درد میکشید جگر خون نمیشدین. ما دختر ندارم، اما اگر میداشتم مطمئن باش که مثل تو نمی بود. این چطور امکان داره؟ ببین دخترم، تو قربانی خانواده هستی. تو در اون خانواده درست تربیه نشدی. اگر در یک خانواده دیگه می بودی باز حتما یک مادر خوب می داشتی، اما مادر تو خب زنده نیست. مادر من هیچ چیز نگوین، مرد درست تربیه کردم. خواهش میکنم، اونا خانواده نیست. خدای من، دخترم من بی تربیه کن. تو انتقام میگیری ها؟ حال خواهد دیدی. شما چی بگین؟ انتقام چی؟ شما نیست با پایه افتاده برم عذر خواهد کرده. هیچ کاری نکرده. از ما فرار کردن نمیتونی. این دانشگاه را برای جهنم میسازم. هیچ وقت فرار شدن نمیتونی، هیچ وقت. خدایم من چی کردم؟ من چی کردم؟ خانم من کجاست؟ من از تو میپرسم رعنا کارای کجاست؟ تو این کارا بازی چه فکر کردی؟ البته که نخیر. قصداً میخواست خواهر خود از بین با ببرد. تو چی؟ چرا به من چی؟ خانم من به خاطر روزندانی است. تو چرا به رعنا کارای کمک میکنی؟ اگر تحقیق کنن بفهمن تو متهم میشی، میفهمی یا نه؟ بانن که بفهمن. من از هیچ چیزی نمیترسم. کسی که بین من و خانمم تفرقه بندازه دنیا را سرش جهنم میسازه. برو موبایلت جواب بده. عجله کن. بله. دنیس، بیلیف؟ گفتم چیزی نمیفهمم، رهایم کردن. حال کجا میری؟ خانه میرم. درست است. تو خانه برو، ما آمده در خانه گپ بزنیم. خوب خواستی نه؟ من خوب است، مرا چیزی نشده. خانم رنا چطور است؟ او هم خوب است. امانتش برش دادم. تو را بسیار زیاد دوست دارم. من تو را زیاد دوست دارم عزیزم. چی شد؟ آزادش کردن. کجا میری؟ دیگه کجا میرم؟ خانه خود میرم. رعنا کارای؟ و جستجوی خود ادامه بتین.
دنیس آقا قدرت بردم زنگ است. کی است؟ خانم رنا. بله. پس تصمیمت گرفتی که بازی را خاتمه بدی ها؟ باید با هم گپ بزنه. رنا تو واقعا مریض هستی. از گفتن گپای تکراری تو خسته شدیم. این بار درباره موضوع جدید صحبت میکنیم بیادر. مثلا درباره دخترم، درباره الیف. اگه جرأتش داری بیا. ای کار تو هست ها؟ تو اما چیز برش گفتی ها؟ کاش که من برش میگفتم. بسیار خوب شد که فهمی. رنا جزایی کارت برات خواهد داد. الهیمکو چی میکنی؟ الهیمکو گفتم الهیمکو چی میکنی؟ الهیمکو قدرت. آقا قدرت شما چی میکنید؟ با تو مربوط نمیشم. برو وسایلش جمع کن. عجله کن. با همه میگم که با تفریح رفته. نمیخوایم دیگه چهره تو را ببینم. حالا دیگه بخیر رنگت کم کن. عجله کن. وسایلش برش بده. طرف ما چی سیل داری؟ برو با کار خود برس. اصلا خیانت بعد از این خواد دیدی آقا قدرت. تو را از این کارت پشیمان میسازم.
الیف هولیا، الیف کجاست؟ الیف چی؟ تا هنوز نامده؟ دینیز بیادر تو خوب هستی؟ الیف خواست کرا بردن. رهاش کردن. چند دقیقه پیش با هم گپ زدیم، گفت خانه میرم. راستش تا هنوز خون آمده. مطمئن هستی که رهاش کردن؟ کمک کنین مرا از اینجا نجات بده. کمک کنین. من غرق بشم، کمکم کنین. الیف نیست پدر. باچیم تو چه قسم گپ میزنی؟ اینجا قرارگاه است، با خود بیا. الیف نیست پدر، حتما کدام مشکل براش پیش آمده. بس است دیگه، بس است. باور کن خسته شدم از دستت. وقتی نمیتونستی ازش محافظت کنی چرا ازدواج کردی؟ اگه مداخله نمیکردی من خانم خدا نجات میدادم، اما بگه پای تو گوش کردم، فهمیدم که اشتباه کردیم. کجا میری؟ همگی از حقیقت خبر میشن. صبر کن، من امر میکنم استاد باش. من امرایی باشه چی خواد کردم؟ بچم علیه دینیز آیدین یک گزارش تهیه کن با دلیل سرکشی ازم و سوء استفاده از موقف خود با دیسیپلین معرفی میشه. عجله کن. کسی صدای من بشنوه؟ لطفاً کمک کنه. کسی مرا از اینجا نجات بده. کمک کنه. خانم رنا، بگو دنیز، الیف باز گم شده. منظورت نفهمیدم. بعد از آزاد شدن دوباره اختطافش کردن. دیگه حق انتخاب نداره، پنهان شدم نمیتونه. من خانم خود صحیح و سلامت میخوایم. الیف کجاست؟ همراه او چی کردی؟ رهایش کردم رفت. بازم برام دروغ میگی؟ ای گپا رو برات کیات میترانم؟ حالا دیگه کل چیزا میفهمم. ابراهیم ایرا روان کرده. الیف دختر ماست. تو چطور یه کار کرده تانستی؟ طفل ما از آغوشم گرفته به کسی دیگه فرزندی دادی. شکر که از بین نبردیمش. اما ای کارم میکنم. ترام و دخترتم دیگر تحمل دردایتان ندارم. حال زیاد دیر شده. برش گفتی نه؟
نه خیر، شاید هیچ وقت برش گفتن نتونم. شاید در مقابلش استاد شده نتونم بگویم دخترم است. نگفتنت به نفع ما شد، چون نمیخواستم شما اردو به هم برسید. ما با انسان مثل تو رابطه خونی داشته نمیتونم. اگه نشانی ایلیفا برم نگویی باز همگی خبر میشه. اگه او را برم بتی خاموش می باشم. راضی هستم تا آخر عمر از دور طرفش سعی کنم. حتی در دانشگاه نمیخوایم نزدیک شوم. باور کو بیا در جا. باور داشته باش که به خاطر دخترم آماده هستم. هر کاری انجام بدم فقط نشانیشو بگو. کمکم کنی! کسی مرا از اینجا نجات بده! کسی کمکم کنه! کمک کنی! لطفاً کسی برام کمک کنه! کمک! کمکم کنی! کسی کمک! کمک! از اینجا مرا نجات بده! کسی صدای من میشنوه؟ دینیز تو کجا هستی؟ دینیز بیا نجاتم بده. دینیز کمک! خدایا خودت مرا نجات بده. کمکم کنید لطفا. دینیز؟ مادر باید برم، وقت ندارم. دینیز صبر کو بچه، میخوایم امرایت گپ بزنم لطفا. فعلا نمیخوایم گپ بزنم مادر جان. دینیز پدرت زنگ زده بود، تو را در دیسیپلین معرفی کرده بچه. خوب کرده، هر کاری که از دستش ساخته است انجام بده، به خاطر که ما این کارا میکنم. دینیز بفرمایید. دینیز نشانه ایلیفا پیدا کردم. در کجا است ایلیف؟ در خندق است، در جایی که من افتاده بودم. دختر میماره، کمک کن دینیز. دینیز کجا میری؟ بچه خدایا خودت مرا از اینجا نجات بده. خدایا کمکم کنین، کسی صدای من میشنوه؟ کمک! اپریل سال 1398 رهبر جنرال قول اردو قدرت کارای در حوالی منطقه کارتال در شهر استانبول خانه‌ها را تلاشی کرده. این کار او کاملا خلاف قوانین نظامی و ملی است.
با احترام. میخوایم از این ویدیو چند نسخه خبرم بسازین. چند نسخه باشه خانم؟ برای فعلا 5 نسخه کافی است. درست است خانم. ایلیف کجاستی؟ Onlar yanlış sen değil. Gözlerini al yerden. خدایا خودت برام کمک کن. خدایا ازت خواهش میکنم. کمک. Utanacak gün değil. Gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek. خدایا Bu zulümde bitecek. خدایا خودت بلده جان Günler بده. gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. خانم رنا! ایلیف! خدایا کمک. لطفاً مرا نجات بده. Elif gibi dimdik tut. İsyanına zincir vur. من اینجاستم. خانم رنا ایلیف کجاست؟ باید از اینجا تیر شویم اما دروازه باز نمیشه. Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. نه وقت آمده. زیاد دیر کردیم. او را پیدا کردیم. دختر بابا را پیدا کن. اینجا چیزی هست. اینجا چیزی هست. غرق شد دخترم از بین رفت. ایلیف! دخترم. خانم رنا اونجاست. خانم رنا یک صدا را شنیدم. او طرف ببینید. دنیس همونجاست. اینجاست. بیا دنیس.
خانم رنا زنده است. دنیز ایلیف خانم رنا زنده است. ایلیف زنده است خدا رو شکر. ایلیف دخترم. ایلیف بیبی من در کنارت هستم. خدای هزار بار شکرت. باید زود به شفاخانه ببرمش. بس است دیگه، به این دست نزن. من مادرش هستم. حالا به یادت آمد که دختر داری؟ تو حق نداری این کار همراهی مکنی. به ایلیف ضرر میرسونی. از این دور باش. حداقل تو درکم کن. من در این کار مقصر نیستم. تمامش کار بیادرم است. اگر میفهمیدم ترکش نمیکردم. خانم رنا تا امروزی را مرده فکر بکردین، بعد از یام ادامه بتین. مام همراهت میرم. ای دخترم است. خوش کنی پیش کشت دیگه یه قسم نگویی. اگر نه پیش ایمانت میسازم. خانم من راحت بان. اگر نه با من مقابل خود شدی. خانم را ناپنهان شوین.
اینجا برین. من بدون تو از اون خانم رنا باید برین. دنیس خانم رنا برین. خدای من او را ایلا کن. هدف فرار میکنه. پیداشان کنیم. سرعت بگیر. سرعت بگیر. سرعت بگیر. پیداشان کنیم. سرعت بگیر. سرعت بگیر. سرعت بگیر. عجله کن. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад.
خدایا من چی خود کردم؟ دختر من چطور نجات بدم؟ بله زینب من رعناستم. گوش کو که چی میگم. تو کجاستی برم بگو. در جای خود هستی؟ درست است. تا چند ساعت دیگه پیشت میایم. کار ضرور دارم. دخترم همراهیم است. خوب هستین بیادر، شکر که بخیر گذاشت. پس شو احمق، پس شو گفتم. لعنت با شیطان. یعنی چی که از پیش ما فرار کرد؟ مانع یک خانم شدن نتونستین؟ بهانه قبول ندارم. این کار امشب باید تمام شود. داخل بیا. جنرال سید از وزارت دفاع آمدن. در اتاق جلسه منتظر شما هستن. از وزارت دفاع آمدن؟ بله جنرال سید. در ضمن جنرال سید صبری و ممرایشان هستن. رفتم میتونم. استر جنرال کارای مرا خواسته بودین؟ بفرمایین بیشینه. محترم، از اینکه تا اینجا تشریف آوردین حتما موضوع مهم است. مهم است. بیشتر از همه به شما. جنرال صبری بعض اطلاعات درباره شما به دست آورده. نترس، نجات پیدا کردی. من کجا هستم؟ شما چرا اینجا هستی؟ خدا خسته نساز. من کل چیزا برات میگم. حالا بخیز. بیا. بیا. چشمایت بسته کن. من همراهت هستم. نترس.
دیشب او محل تلاشی کردیم محترم. خانه ها را پالیدیم. یک دختر را دستگیر کردیم. اما بعدا رهایش کردیم. صحیح و سالم از اونجا رفت. میشه بگوین که کار به کدام دلیل انجام دادین؟ 2 روز میشه که خواهرم رنا گم شده. در جستجوی او هستیم. از طرف گروه های شورشی چندین بار تهدید شدیم. بار آخر اونجا دیده شده بود. به می خاطر تلاشی کردیم. به خاطر این کار اجازه گرفته بودین؟ اجازه؟ دختر را که دستگیر کردیم دختر ملای تویز نویس است. اما هیچ چیز پیدا نکردین. یعنی او دختر بیچاره را بنا حق دستگیر کردین. ببینین ما هر کار را که انجام میتیم باید در چارچوب قانون باشه. کسایی که کارهای غیر قانونی را انجام میتن معلوم نیست که در کجا توقف میکنن. با گفته شما این کارهای ارتجاعی ها هست. در ضمن دیگه چیزها را هم شنیدیم. خانم رنا اختطاف نشده، از موتر شما خود پایین انداخته. یعنی او دختر هیچ گناه نداشت. اینجا چی میکنی؟ ما به خاطر شستن دستوری خود آمده بودیم. این دختر چی شده؟ این دخترم است. ما حادثه کردیم بیادر جان. این چه قسم حادثه است؟ شما دزدستین یا تروریست؟ راست بگوین برام خانم. ببینین آقای محترم شما غلط روز درک به روز کردین. تروریستا زیاد میشن و انفجار میتن خوده. زود چاوین از اینجا گم شوین. حداقل راه را به ما نشان بده. یعنی ما گم شدیم، نمیفهمم چه قسم به جاده عمومی بریم. میخوایم به تیکردا بریم. من این کارا نمیتونم. قبل از اینکه به پلیس زنگ بزنم از اینجا گم شوین. برین دیگه. محترم این یک موضوع خانوادگی است. خواهرم رنا به خاطر مریضی که داره تحت تداوی است. به خاطر احساس نیکتان تشکر میکنم جنرال صبری. شما رفته میتونی. میخوایم امرای جنرال تنها گپ بزنم. حتما چرا نی آقا. محترم میفهمین که بسیار زمان کم به طرف شما مانده. فقط یک نفر از میان شما جنرال عمومی شده میتونه. با احتمال زیاد شما انتخاب میشدین. محترم بعد از این کوشش کنین اشتباهتان ظاهر نشه. دختر کی بود؟ گفت دخترم است. وضعیتش چطور بود؟ زیاد نمیفهمم. بیهوش بود بیچاره. میشه بگویی کجا رفتن؟ تو این حالا رو چرا از من میپرسی؟ عسکر هستی یا بابیک است؟ حالا فهمیدی که کی هستم؟ ها؟ گفت به ترکردا میرم. کجا میریم؟ اما میخوایم خانه خود برم. میره اما فعلا نه. دنی زیاد به تشویش میشه. اگه مرا در خانه نبینه قهر میشه. همراه او یک جای تو را از خندق نجات دادیم. پس او آله کجاست؟ شوهرم کجاست؟ او زخمی شد. در وقت محافظت از ما زخمی شد. با تیکردا میرن آقا.
سر راه منتظرشان هستم. آمدم. اونا را تعقیب میکنم. استاد کن میخوایم پایین شوم. ایلیف لطفا بفتی. با من دست نزن، میخوایم پایین شوم. ایلیف باهوش بیا دختر. ما را از بین میبرن. چرا نمیفهمی باید فرار کنیم؟ اونا در تعقیب ما هستن همینطور است. کیا؟ جنرال قدرت. میخوای از من نجات پیدا کنم. فقط از تو نجانه. لعنت به شیطان. پلیس. خوب است برو ازش کمک بخواه. نه خیر، بالای هیچ کس اعتماد نمیشه. هوش کنی چیزی نگویی، هوش کنی گپ نزنی، درست است؟ سلام خانم. کدام مشکل دارین؟ نه خیر، یک دقیقه توقف کردیم. حالا میخوایم بریم. در این وضعیت عجله کو زنگ بزن. زنگ بزن. پس جواز رانندگی ندارین. شناسنامه چطور؟ ببینین، فکر میکنم هنوزم خانم کوچک شوب دیدن. شما خوب هستین؟ با ما کمک کنه. 2 نفر در تعقیب ما هستن، میخواین ما رو از بین ببرن. این پلیس نیست. بسیار دیر کردیم. مأمور پلیس شما چی مشکل داره؟ تو خوب هستی؟
تمام شد. درست است خلاص شد. نجات پیدا کردیم. پشت ما را اعلان نمی‌کنن. ما را حتما از بین میبرن. اجازه نمیتون به تو ضرر برسنم. حالا فهمیده که چی میگم؟ به غیر از یکی دیگه خود بالای هیچ کس باور نمیکنه. دنیز با او چه قسم خبر بتم؟ اول یک جای امن به خود پیدا کنیم، باز میتونیم با او خبر بتیم. درست است؟ شما چرا از من حفاظت میکنید؟ چرا مرا تنها نمیمونید؟ وقتش که برسه برات میگم. درست است؟ شفا باشه. باش من کمکت میکنم. الیفا پیدا کردین؟ در جستجوش هستیم. او دو نفر را دستگیر کردین؟ حادثه کردن. یکشان هم مرده. در رابطه با قضیه این نامه را پیدا کردیم. تمام این اشخاص سرشناس هستند. این هم روزنامه‌نگار نیست؟ بله، هدف کلشان مبارزه با شورشی‌ها است. تمامشان در تعقیب خانم رنا هستند. میخواین او را بترسانند. هدفشان الیف نیست. این کار قدر ساده نیست. ایرا خو میفهمی که الیف پیش خانم رناست، یعنی زندگی هر دویشان در خطر است. بیرون شوین. جنرال صاحب بیرون شوین. زود شوین. قماندان دنیز آیدین، با دلیل سرکشی از فرمان و تکرار نافرمانی یک روز در سلول انفرادی جزایی است. شما را میگم این از اینجا ببرین. پدر شما چی میکنین؟ الیف گم است. همراه خانم رنا یک جای است. جان هر دویشان در خطر است. جزای درست شد. پدر یک لحظه منتظر باشین. پدر رفتن نمیتونیم. الیف کو از قانون نافرمانی کردن نمیتونیم. گپ ناخ نزن. پاشو. تو خوب هستی؟ دنیز عجله کنین بیاین که بریم. چی شده؟ بیاین حالا دیگه. دنیز کجا میره؟ بگو این چی گپ است؟ سنجر شنوی اینجا بیا داخل نرو. دنیز چطور است؟ خوب است؟ خوب است. داخل نرو. چرا؟ چند دقیقه بعد به زندان میره.
یعنی چی؟ بالاخره این کار کردی؟ بالاخره بچه ما بازداشت کردی سنجر؟ چرا نمیفهمی؟ مجبور بودم، به خاطر خودشی کار کردم. اگه از تعقیب کردن ایلیف دست نکشه از بین میره. بچه دینیس چی میکنه ای بچه؟ دینیس او فرار میکنه. بالاشو بالاشو. برو برو برو. چی شده؟ چرا توقف کردین؟ تیل خلاص شد جانم. تیل خلاص شد؟ حالا چطور کنیم؟ ما را گیر میکنن. باید از اینجا بریم. بودن هم میتونیم. پیش زینب میریم. امترین جای اونجاست و فکر هیچ کس نمیرسه. بریم. عجله کو پایین شو. عجله کو. دینیس چی شده؟ موبایل من نیست. حتما در شفاخانه فراموش کردی. اردام موبایل ما در موتر فراموش کردیم. هم یال تلفونت برام بده. درست است بی. حالا ایلیف لطفا جواب بده. لطفا ایلیف جواب بده. جواب نمیده. حتما کدام بلای سرشان آمده. یک بار دیگه زنگ بزن. ایلیف. سلام. ما به یک موتر ضرورت داریم. میخوایم به قریه یلدوز بریم. از این منطقه موتر و طرفانه میره، اما بازم میپرسم شما اونجا منتظر باشید. چرا اونجا شیشتی؟ بیا اینجا بشی. راستش فکر کردم شاید نخواین پیش روی همگی باید چادر پوش بشینی. فرق نمیکنه. بیا اینجا بشی. بیا.
خوش آمدین. چای می نوشین؟ بله می نوشیم، تشکر. بفرمایید. بله. هویت او شخص مشخص شد. تحقیق کردیم. یک نظامی است. نامش اردام. امکان داره کار او باشه. چشماش طرف ابراهیم رفته. چرا طرف من قسم سری میکنه؟ فکر میکنم میخوای چیزی بگویم اما گفته نمیتونم. زیاد میخوایم بگویم که من مادرت هستم، اما اگه مرا نبخشه. راستش خانم خوبی است، مهربان و با شفقت. به خاطر من جگرخون است، چقدر متوجه است، مثل که یک مادر میباشد. با من مادر خواهد گفت. همیال وقتش از کلی چیزا برش بگویم که مادرش هستم. شاید دیگه این فرصت پیدا نکنم. خانم رنا، ما اول شما بگویم. نه خیر اول تو بگو. ما به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. ما کاری نکردیم جانم. از تو یک جان قرضدار بودم. ما کاری نکردیم. بازم تشکر. من میرم که دستوری خدا بشویم. درست است. ما میخواستم به کسی زنگ بزنم. بفرمایید از تلفن داخل استفاده کنم. درست است، بسیار خواهش تشکر. می‌کنم. بیادر ما کجا میریم؟ خدا میفهمه که او کجاست، چی بلای سرش آمده. اما ما رو ببین چی میکنیم. با توجه تمام گروه ها، تجاوز تیکردار موتر با پلیت 34 که 34 عرفا 34 64 در حالت درک شده پیدا شده. تمام بخش ها مطلع باشه. اردام این موتر ما است. سرعت بگی اردام، لطفا سرعت بگی. میخوایم هر چه زودتر اونجا برسیم. بله. میتونم امروی قماندان دینیز گپ بزنم؟ شما کی هستین؟ ما ایلیف هستم. قماندان دینیس فعلا مصروف هستن. اگر کدام گفتنی دارین من میگم. نه که در شفاخانه هست. خواهش میکنم بگوین دینیس خوب است. نه خیر او خوب است. کاملا خوب است. خدایا هزار بار شکر. کم زخمی شده پانسمان میکننش. موبایل خدا پیش من مانده، گفت تو جواب بده. ما باید عاجل امروی دینیز گپ بزنم. میشه که موبایل برش ببرین؟ نه فعلا امکان نداره. داخل اجازه نمیتون، اما قسمی که گفتم میتونم پیامتون برش برسونم. گوش کنید، فکر میکنم کدام مشکل داره. راحت باشین، ما یک نظامی هستم، تشویش نکنین. برام بگوین چی گپ. ما نزدیک تانک تیل قریه چاتال هستیم. هر چی زودتر به گرفتن ما بیاین. برش میگین همه نیست؟ میگم خانم شما تشویش نکنین. میگم اگر او نیاید
کجا بودی؟ بدینی زنگ زدم، او خوب است. کی را برات گفت؟ در موبایلش زنگ زدم، دوستش جواب داد. برشان گفتم که بگرفتن ما بیاین. الیف تو چی کردی ها؟ چی شده؟ موبایل دنیز در موترش بود. همراه او آدم گپ زدی، کسی که به تعقیب ماست. ما با یک موتر ضرورت داره. تا هنوز کسی نامده خواهر. اما ما باید از اینجا بریم. اون اومد. فرار کن، فرار کن. چی گفت خواهر؟ الیف از این طرف بیا. چی شده عامر صاحب؟ درسته جان. کمدگان تحمل کن. باید خدا به سرک برسانیم. یک موتر پیدا میکنه. عجله کن. چی شده؟ عامر صاحب 2 کیلومتر پیشتر یک آدم مرمی خورده. زنده است. چیزی گفت؟ پلیس فایر کرده. 2 خانم هم امرش بوده. چی؟ وقتی تل خلاص شده باز موتر ترک کردن. نزدیکترین تانک تل کجاست؟ 5 کیلومتر دور است. تحمل کن. به سرک رسیده. نیست. هیچ موتر نیست. بریم. حتما کدام موتر تیر میشه. اون اومد. موتر اومد. استاد کن. استاد کن. باز کن. لطفاً با ما کمک کنید. 2 خانم تنهاستیم. در وضعیت بعد قرار داریم. لطفاً. خانم رنا. عجله کن. سوار شو. حرکت کن. سرعت بگی. اون نفر به تعقیب ماست. صبر کنه. استاد کو. گفتم استاد کو. لعنتی ها. اول 2 خانم آمدن بیادر. منتظر ششتن. وقت پلیس دیدن فرار کردن. من فکر کردم که مجرم هستن. او آدم پلیس نیست کاکا. اونا به تو چی گفتن؟ بیاد داری؟ به قریه یلدز می رفتن. موتر ضرورت داشتن.
خواهر به خاطر انسانیت شما را بالا کردم، اما اگه خواسته باشین شما را به حوزه رسانده میتونم. نه خیر نه خیر، ما میخوایم همینجا پایین شویم. مطمئن هستین؟ بله بله، شما در یک جای مناسب توقف کنین، خود ما میریم. زود شو، پایین شو. بسیار زیاد تشکر. چرا به خانه دوستتان نرفتی؟ اونجا رفتن هم میتونیم، چون موبایل پیش او آدم است. فهمیده به کی زنگ زدیم جانم. اگه بلایی سرش بیاره چی؟ باید به زینب زنگ زده برش خبر بدیم. بیا که بریم، یک هتل پیدا میکنه. بیا. بله زینب. رنا تو کجاستی؟ 2 ساعت بعد گفتی نصف شب شد. کسی پیشت آمده یا نه؟ نه خیر نامده. برات زنگم نزده؟ بلیاز خدا چی گپ است؟ زینب جان تو در خطر است. نخواسته تو رام دخیل ساختم. همیال خانه را ترک کن. تو چی میگی ها؟ سوال نکو دیگه. با تعقیب مستن خبر شدن که پیش تو می آمدم. لطفاً از اونجا بیرون شو. عجله کن. اینجا صدخانه از کدامش سیل کنیم؟ راه حل دیگه ای نداریم، حل عجله کنیم. حق به جانب است. تمام دروازه ها را دانه دانه تک تک میزنیم. دختر احمق بی تربیه، تو انتقام میخوای بگیری ها؟ حال خواهد دیدی. شما چی میگین انتقام چی؟ را پشیمان میسازم. با پایایم افتاده عذر خواهد کردی، فهمیدی؟ من هیچ کاری نکرده. چی کنی ها؟ مرا تبا ساختی و عکس تو بر روزنامه نگار دادی ها؟ خانم رنا شما چی میکنین؟ تو مداخله نکن، زود شو بیرون شو. آرام باشین لطفا. خانم رنا آرام باشین. الایکو منتظر چی هستی؟ گفتم فرار کنید. الایکو از ما فرار کردن نمیتونی. دانشگاه را برای جهنم میسازم. هیچ وقت دکتر شدن نمیتونی، هرگز. بسیار یک چیز ساده ازت میخوایم. طبق قانون دانشگاه لباس بپوش. فقط همه قدر. ببین تو باید با اونا مثال شوی دخترم. باید نشان بدی که انسان میتونه زندگی خود تغییر بده. بله، انسان میتونه همه چیز تغییر بده، اما اگه بخواید من نمیخوایم. کجا میری؟ از ما اجازه خواستی؟ رفتم میتونم؟ تمامش از ضبط کردی، هموتو نیست؟ بله خانم. حالا رفتم میتونی. ای را با فامین کسی دیگام است که ای کارایتان ضبط میکنه.
من در حق اولاد خود چقدر ظلم کردیم. چه قسم طرفش سعی کنم. خدایا مرا ببخش. دختر مرا خود بخشید. ای خدایی که فاصله ها را نزدیک میسازی و مشکلات حل میسازی و بعد از هر تاریکی روشنی را میاری. تو شوهر ما حفظ کن. او را به ما، به پدر و مادرش ببخش. میفهمم که حکمت تو به اندازه و به پایان است، اما در دنیا تک و تنها ماندیم. دینیز خانواده، مادر، پدر، خواهر و سرپناه ما همه چیز ما است. ازت شکر گزار هستم که او را در مقابل ما آوردی. حال او را از من نگیری. نفس ما را یک جا بگی خدایا. خدایا ازت خواهش میکنم دست من خالی بر نگرد. خانم رنا، تو بسیار یک دختر خوب هستی. شما هم خوب هستی. من هیچ وقت دختر خدا با آغوش نگرفته. مرا با آغوش بگی. تمام بلاک‌ها دیدیم، فقط هم دو تا مانده. راست میگه. شما دو نفر رو بلاک ببینید، ما بلاک دیگر هم میبینیم. درست است. بفرمایید. در جستجوی رعنا کارای هستیم. اینجا نیست. آخرین بار همراه شما با تماس شدم. بله. زنگ زده بود اما تو هنوز اینجا نامده. پس کجاست؟ نشانی خدا گفته؟ ببینین. او در مشکل است. تروریستا تعقیبش میکنن. هر چی زود باید او را پیدا کرده امنیتش تامین کنه. از یک هتل نزدیک جاده تیکادار زنگ زده بود اما نامش نگفت. تشکر میکنم. با دوستان بسیار یک خوبی بزرگ انجام دادید. خواهش میکنم.
معذرت میخواهیم که مزاحم شدیم. شب بخیر. این آخرین منزل است. اگر از این منزل هم چیزی پیدا نکنیم وقت ما ناقضایی شده. قدر وقت ما بنا حق ضایع شد. بریم. بفرمایید. شام بخیر. معذرت میخواهیم که مزاحم شدیم. استغفر الله. با جستجوی یک خانم هستیم به نام رنا کارای. شما او را میشناسین؟ نه خیر، نمیشناسمش. معذرت میخوایم. میخواستم که عموم کنم. البته. شب بخیر. شب شما بخیر. اینجا هم نتونستیم پیداشون کنیم. لعنت به شیطان. صبر کو یادر. با مرکز زنگ میزنیم. شاید کدام خبر خوش داشته باشن. بریم. چی شده دنیز؟ نیست. هیچ خبر ازشان نیست. امر سبیر از مرکز روان کردن رسومی و شخص قاتل است. امو آدم است. عجله کو. بریم.
بسیار وقت ما کم است. کلگی خبر شده که خانم رنا گم شده. متاسفانه اون نفر افشار شده. برطرفش کنین، وظیفهش به کس دیگه بتین. هر چی زودتر این کار ختم کنین. گوش کو اگر ترفیع کده نتانم. بیا. منتظر خبرت هستم. تو اینجا چی میکنی احمق؟ ها؟ با کدام جرأت در مقابل ما آمدی؟ زیاد وقتت نمیگیرم. هیچ تشویش نکن. ایره به تو آوردیم. ای چی است؟ سریال است. به نام دروغگوی سریال است، دیدیش؟ اما ای بار نقش مرکزی را یک جنرال داره. الیف؟ الیف؟ نشانیش پیدا کردم. کس دیگر را روان میکنیم؟ نمیشه. این کار ما خودم شروع کردیم، خودم ختمش میکنم. واقعا تو چقدر یا خانم و پاست به شرم هستی. بسیار یک اشتباه بزرگ کردی. غرور خانم بودن مرا زیر پا کردی. یعنی ایام جوابش. 5 نسخه دگان پیشم کاپی است. چی شد؟ نمیخوای مرا بزنی؟ اگه خواسته باشی خفیم کن. موهای مکش کن. از زینه مرا پایین بنداز. نخیر بهتر همی است که مرا از خانه بکشی. دیگه هیچ کاری کده نمیتونی. قسمی که گفتم 5 نسخه دیگهش هم پیش وکیلم است. اگه به یک تار موی مام ضرر برسه باز وقت به نشانی هایی را که دادیم باز خواد رسید قدرت. ها یکی از اون نشانی ها وزارت داخل است. از ما چی میخوایی؟ در گذشته برم یک گپ گفته بودی به یاد داری قدرت؟ اگه تا امروز ای را نفهمیدی بعد از یام هیچ خود خسته نساز گپ فهمیدی قدرت؟
خبره بیبی؟ همین که خواندم عصبانی شدم. یک قسم مسلمانی نیست. به هر خبر باور نکن سهیلا. اینا فقط نمایش است. در مقابل رسانه ها تمثیل میکنن. منظورت نفهمیدم. پلیس. این موضوع بسیار پیچیده است، فهمیدی؟ از ما، از تمام حجاب پوشا نمیبینی که در بازار در سرویس ها چه قسم طرف ما سل میکنن؟ از ما نفرت میکنن. روز به روزان بیشتر شده میره. دینیز بیا که بریم. کجا بریم؟ از الیف خبر رسیده. در یک هتل دیده شدم. خدایا هزار بار شکره. عجله کنین، برین. بیا که ما بریم. اردام چرا هتل نمیرسه؟ کم سرعت بگی. دینیز تشویش نکن، درست است. حداقل خبر خوش شدیم کجا هستن. بله؟ اردام؟ الیف تو هستی؟ موبایل بده به من. بله. الیف تو خوب هستی؟ دینیز خانم رنا گفت که زخمی شدی. من خوب هستم، تشویش نکنین. شما در هتل هستین نه؟ من به گرفتن شما میایم. بله الیف. بله الیف، صدای من میشنوی؟ توبه قطع کرد تلفنم. از اتاق 404 زنگ زدیم آقا. دخترم همراهیم بود، بیرون رفته. شما دیدین که کجا رفته؟ فکر کنم که آمد. اگه دختر خودم میخوایی امشب در خانه عقب کارخانه کهنه دخانیات بیا. جنرال قدرت به خانه ما آمد. الیف برد. بعد از اون شب دیگه گم شد. تو چی میگی؟ من همینجا پیر میشم. خدا میفهمه وقتی با الیفی کار کرده با من چی خود کرد دیوانه میشم دختر. تو با جنرال سنجر زنگ نزدی؟ خدا جزایت نده. زنگ زدم اما درست همراهیم گپ نزد. هیچ برم روی نداد. فهمیدم تو را ترساندن نتونستی. من پیش خانمش برم. گپ ما گوش کن. من ارزشی ندارم. به خاطر تو هر کار میکنم پدر. قربانت شم. آفرین به تو، ماشاءالله به تو دختر خودم هستی. بیا که ببوسمت. بیا نزدیک بیا. آفرین به تو دخترم. طرف ما بگو. تو برم پول آوردی دختر مقبول؟ من پول از کجا کنم؟ خدا جزایت بده. مثل تو اولاد خدا با دشمنم نته. چطور برم پول نآوردی؟ به خاطر سیر کردن شکمم در اون خانه زندگی میکنم. من اصلا اونجا نمیخواین. اما تشویش نکن. بسیار خوب میفهمم که پول از کی بگیرم. راست میگی؟ از کی میگیری؟ برام بگو. از کسی که پول میگیرم. خانم شنایی است. به خاطر که بچهش رسوا نشه آماده است هر کاری را انجام بده. آفرین با دختر مقبولم. از شیطان کم نیستی. بازم بیا که ببوسمت. بیا. اولاد باید مثل تو باشه. ماشاءالله. خوش آمده. یک خانم هم میپالیم به نام رنا کارای. دمی هتل دیده شدن. دیشب آمده بودن. بله دیشب آمده بودن. در اتاق 404 زندگی میکنن. زنده باشین. بیادر اونا کجا هستن؟ رفتن. کجا رفتن میتونن؟ چند دقیقه پیش الیف زنگ زده بود. الیف اختطاف کردن.
راستش دختر مقبوله هستی. اما چادر تک پس کنی. نه خیر. به هر صورت ما زیاد وقت داریم. هیچ تشویش نکن. شما مسلمان نیستین؟ میفهمم که توریستم نیستین. ایران میفهمم که کی شما را روان کرده. زیاد هوشیار نباش. اگر نه تو را از بین میبرم. ها دینیز راحت باش بیادر. ببین نشانی رو میفهمیم. تیم آماده میکنیم. باز بعد از او حمله میکنیم. اردام تا حال هر کمکی از پلیس گرفتی بیفایده بوده. این بار هیچ کس خبر نمیده. هر دوی ما به تنهایی میریم مشکل حل میسازیم. قماندان دنیزا بازداشت کنه. جنرال صاحب تو در کار مداخله نکو. به کار خود برس. از وظیفت برکنار شدی قماندان. به خاطر که امر آمده تو را از وظیفه برکنار کنم. پدر شما متوجه هستین که چی میکنه؟ موضوع زندگی یک انسان است. در موتر سوارش کنه. اعلام کنه. اعلام کنه. اعلام کنه. اردام پشتی کار اعلان نکنی فهمیدی؟ بالای تو باور دارم. اونا را نجات بده. تو هم رفته میتونی. حرکت کن. مادر جان چی وقت به خانه میایی؟ ببینین بسیار زیاد جگرخون هستم. پدر ما خامش نازی نبوده قصر صدا میکنه و فراموش میکنه. ها؟ سنم ای بار متفاوت است. ای بار غرور خانم بودنم از زیر پاکت دختره. درست است مادرم ها. نوش جانتان خانم. ای بار کمه بیشتر عصبانی شد. خودتان میفهمین که پدرم ما را زیاد دوست داره. پدرت فقط عاشق رتبه خود است. خانوادش اصلا برش ارزش نداره. اما ای بار اجازه نمیتیم از ما سوء استفاده کنه سنم. حالا دیگه این موضوع رو بسته کن. خانم شنایی ها. سلام خانم. سلام. جلسه تا هنوز آغاز نشده؟ شنایی جان تو هیچ خوب معلوم نمیشی. راستش هیچ خوب نیستم. نمیخواستم بیایم اما به خاطر جلسه آمدم. بفرمایید پیشینه. قهوه بنوشیم. درست است می نوشیم. با معذرت به اجازه تان ما 2 دقیقه بعد پس میریم. تو اینجا چی میکنی احمق؟ با دیدن خوشی خوارم آمدی. تو همراه ما رشخندی میکنی. این همراه ما بیا. چی میخوایی؟ گفتنی که داری بگو و بعدن از اینجا برو گم شو. مشکل خواهرت برام کافیست. تو برام مشکل جور نکو. او دختر خدمتکار اینجا چی میکنه؟ کدام دختر؟ اما خدمتکاری که خانه خانم شنایشان کار میکرد حتی به خانه ما آمده. بله اموره میگم او اینجا چی میکنه مادر؟ فعلا تشناب رفته. وقتی که خانم شنای او را دید باز بسیار پریشان شد.
البته نمیدونم، میرم میبینم که چی گپ است. تو با ما دروغ گفتی. تا خانه ما آمدی. دیگه پشت ما را ایلا کنین. بچه ما از بین خود بردین و شوهر ما قاتل خود ساختین. اگه پیشنهاد ما قبول کنین مشکل نداریم. تو هم خوش و ما هم خوش. یک خواسته کوچک داریم. شما کی هستین؟ او خواهر فرصت طلبت را روان کرده، همتا نیست؟ نه خیر، مرا غلط درک کردین خانم شینایی. پدرم مرا روان کرده. ملای تویز نویز با شما سلام گفت. تو چی میخوایی؟ ها؟ گفتم چی میخوایی؟ پول. پول؟ پول میخوایی؟ درست است. بگی ایام پول. پدرم باید از زندان رها شود و شوهرت بگو که موبایل خود جواب بده. اگه نه قسم میخورم با کلگی میگم که الیف و دینیز ازدواج کردن. فامیلی یا نه؟ خانم رنا، تو بسیار یک دختر خوب هستی. شما خوب هستی؟ به هیچ وقت دختر ما با خوش نگرفته. مرا با خوش بگی. تو را نجات میدم. فکر میکنم که نامد. او حتما پیش پلیس رفته. شوهرم قماندان است. یک دوستش پلیس است، مرا پیش تو نمیمانند. ما هم دوستای زیاده دارم. دازم دوستای ما بزرگتر از دوستای تو است. بیا. جنرال صاحب، قماندان دینیز کجاست؟ برش خبر ندادین که بیایه؟ قماندان صاحب جزایی هستند. جنرال سنجر امر بازداشتشان صادر کرده. دروازه را باز کن. جنرال صاحب، میشه بگویی چی جریان داره؟ چرا جزایی شد؟ ای به خاطر سند است که برم دادی؟ نه خیر جنرال صاحب، این مربوط خانمم میشه. زندگی خانمم در خطر است. خواهش میکنم کمکش کنه.
بالاخره آمد. الیف تو خوب هستی؟ خوب هستم. او را رها کن. گپت قبول کردم. متاسف هستم. قسم امر نشده. تکان نخو. اگر نمیکشمت. بدم عجله کن. ایلیف فرار کن. ایلیف عجله کن. شما را از بین میبرم. نخیر از این طرف بریم. حالا بدم. بیا دقیقش نشو بدم. لعنتی ها! فرار نکنه. احمقا! شما را از بین میبرم. کجاسته؟ را را را. این کار امشب ختم میشه. فرار کن. اینجا بیا. جای نرو. صبر کن. الایم کن. خانم رنا. الیف تو فرار کن. کمک کنه. کسی صدای من بشنوم. الیف فرار کن. رنا. تو را از بین میبرم. اینجا بیا. فرار نکن. گفتم الایم کن. گفتم برای اعلام کن. برات گفتم که از من فرار کردن نمیتونی. بله. منتظر خبر هستیم. گزارش بده. قسمه که گفتم کار را که شروع میکنم ختمشان میکنم. برش بگوین که چیز قابل تشویش نیست. ای بار برم خبر خوش بده. تشویش نکنه. نفر ما کارشان ختم کرده. قسمی که خودتان گفته بودین. خوب است. جستجو را خاتمه بدین. دوسیه را بسته کنین. درست است؟
کسی زخمی شده. اما کی؟ به جای اصلیتان میرین. همه چیز آماده است. اول تو برو. خب حالا نوبت تو است. مرا زیاد سرگردان ساختین. جای خوشتان آمد؟ خانم رنا لطفاً به هوش بیاین. خانم رنا حالا از اینجا اجای رفتن نمیتونین ها؟ شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоем. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад.
ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Истора, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, старши директори компания Фаберлик. Ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват мекунам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои тоҷик занҳои хонашин кор мекунанд. навобаста шумо дар тоҷикистон ё дар Русия. маоши нағз ҳам мегиранд. маош ай 70 сомон то 7000 сомон. айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания Фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда нархи дастрас дорад. барои фармоиш ва кор дар WhatsApp нависен, ҳамашро мефаҳмонем. номнавис шудан ва омӯзишаш ҳамаш бепул аст. мо ба кор қабул мекунем фақат занҳоро. хоҳиш мекунам фақат занҳои хонашин, занҳое ки ба ҳамин кор ниёз доранд нависен, ҳамашро сода карда мефаҳмонем. кадоме ки кор кардан мехоҳад марҳамат нависен дар номеро дар WhatsApp. боқӣ дар амони Аллоҳи меҳрубон бошед. худо ҳаматонро нигаҳбон бошад.